سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدیم به چنل علیرضا رمزارز. داخل این ویدیو اومدیم در مورد ایردراپ دبلیو کوین، شرایط گرفتن ایردراپش. داخل این ویدیو کامل بهتون توضیح بدیم شرایطش چیه و چه کارهایی رو باید انجام بدید تا شامل ایردراپ بشید. اگه داخل ایردراپ های تلگرامی شرکت میکنید، من لینک چند تا ویدیو ایردراپ های معتبر تیکابی دارن داخل تلگرام. لینک ویدیو آموزشیشون رو داخل دیسکریپشن این ویدیو براتون میذارم، اونا رو اصلا از دستشون ندید. اینم بگم دوستان که چنل هنوز مانیتایز نشده، 1000 سابسکرایب گرفته ولی 4000 ساعت واچ تایمش پر نشده. ولی یه سری دوستان گفتن که جایزه بذاریم برای ویدیوها. ما هم یه جایزه در نظر گرفتیم و بین کسانی که ویدیو رو لایک میکنن و یه کامنت انگلیسی برامون میذارن، کامنت انگلیسی فارسی فرقی نمیکنه، یعنی یه کامنت برامون میذارن، هفتگی قرعه کشی میکنیم و بهشون یه جایزه میدیم. برای اینکه داخل قرعه کشی شرکت داده باشید یه کامنت بذارید و اینم بگم که کسانی که برنده میشن داخل چنل تلگرام اعلام میشه و اونجا اسکرین شاتاشو براتون میذاریم. لینک چنل تلگرام هم داخل دیسکریپشن این ویدیو هستش. دبلیو کوین الان که باز میکنید وارد صفحه اصلیش میشید، این یه ربات مثل همون میدونید مثل ربات‌های اول تلگرام بود که شما با کلیک کردن میتونستید امتیاز به دست بیارید. الان روی این قسمت وسط که کلیک کنیم، اینجا به ما یه سری کارها رو گفته که باید انجام بدیم و واجد شرایط ایردراپ بشیم. من هیچ کدوم از کارها رو که الان میبینید انجام ندادم. اگه انجام بدید این براتون پررنگ میشه. اینجا اولش گفته که والت تو کانکت کن. شما تون والت که بیشترمون حالا تون کیپر رو داریم، روی این کانکت والت پایین بزنید اینجا به ما نمایش میده. روی تون کیپر اینجا کلیک میکنیم و وارد والت تون کیپر میشه و بعد از اینکه تایید کردیم این ربات به والتمون وصل میشه. اینم بهتون بگم که اگه دوست دارید میتونید از ایردراپ ها دو تا والت استفاده کنید. یه والت وقتی پولی دارید یا یه ارزی میخرید داخلش نگه میدارید، از یه والت استفاده کنید و یه والت دیگر هم داشته باشید که ایردراپ ها رو بهش وصل کنید و بعد از این که حالا بهتون ایردراپ داد حالا منتقل کنید به اون والت اصلی که داخلش سرمایه‌تون رو نگه میدارید. این والتی که ایردراپ میگیرید با والتی که پول اصلیتون داخلش هستش یکی نباشه. اینم که اولی تون رو وصل میکنید، تون کیپر رو. و دوستانی که بلد نیستن با تون کیپر کار کنن، من 0 تا 100 کامل چجوری واریز کنید، برداشت کنید، سواب کنید، تبدیل کنید، نکات امنیتیشو همه چیشو داخل یه ویدیو گفتم و لینک اون ویدیو رو هم داخل دیسکریپشن این ویدیو براتون میذارم، اگه دوست داشتید برید ببینید. بعد از اینکه کیف پول تون کیپر رو وصل کردید، دومین کار گفته باید 50 تا تسک رو انجام داده باشید داخل ربات. الان روی قسمت تسک کلیک کنید، الان برای من 22 تا تسک هم آورده. اینجا یه سری تسک ها هستش که برای مثال میگه که این تسک های یوتیوب بشه که ویدیوهای یوتیوب باید ببینید و اینجا این تسک ها مثلا اولی گفته که این ربات رو برو استارت بزن و اینجا یه سری تسک ها داره و این تسک ها اینجا تسک هایی که انجام شده میاد این قسمت، ولی بقیه تسک ها اینجا هستش تا شما انجام بدید. اینجا چی گفته داخل این قسمت وسط؟ گفته بود که بذارید بیاد 50% 50 تا تسک رو انجام بده. 50% نه، 50 تا تسک رو انجام بده. 50 تا از اون تسک رو انجام بدی، اینم برای شما پررنگ میشه. این قسمت الان برای من همه کم رنگی، حالا نیست برای شما نشون بده. اینجا پررنگ میشه. سومی گفته 10000 تا تابس. این قسمت وسط اینجا اون موقع که قبلا شارژ میشد، الان روی قسمت این پایین کلیک کنید، اینجا برای من میبینید الان باتری انرژی ها رو داره، میبینید الان پر شد. گفته که اینجا باید 10000 تا تابس بزنید، یعنی شما 10000 تا کلیک کنید اینجا، که بازم خیلیه، من اینم اصلا انجام ندادم. دوباره تسک بعدیش ببینیم چیه، کاری که گفته انجام بدید تا واجد شرایط بشید. این چهارمی تسکه. خب چهارمی گفته که 100 تا WAI باید بالانس داشته باشیم که ما الان روی این قسمت WAI کلیک کنیم، اینجا این بالا به ما موجودیمون بالانسمون رو نمایش میده و این پایین ما کلایم رو میزنیم. این یه تسک قدیمی بود که شما باید میامدید اینا رو ارتقا میدادید. حالا میبینید برای من 3 تاش لول 5 و هر 8 ساعت رو اینجا کلیک کنیم و برداشت رو بزنیم. و بعد از اینکه اینو انجام دادید، تسک بعدیش اینجا دوباره باید چی انجام بدیم؟ یکم اینترنت ضعیف. گفته 3 تا اسکین رو باید داشته باشی. اسکین این قسمت پایین که شما کلیک کنید، این قسمت ببینید اسکین رو داره یا همون لباس. اینجا اولیش که پولی هن ولی رایگان هم داره. این تون الان رایگان، اینو الان من گرفتم، این اولیش.
بعد اتریوم هم داره، اینم گرفتم. سولانا هم داره، اینم گرفتم. و اینجا میبینید WAI این الان مثلا 5000 تا توکن باید بهش بدی. اینم رایگانه، میتونید رایگانا رو ستاشو بگیرید و دریافت کنید. الان میبینید 1 میلیونه، این 1 میلیونه، این 1 میلیونه، این 1 میلیونه، این 5000 تا. و این پایینی هم که رایگانه. این رایگانا رو بزنم، این الان برای من خریداری شد. و الان آره این الان من چند تا رو خریدم، یعنی گرفتم، خریدنی که نبود. میبینید برای من الان اسکین عوض شده. خیلی راحت رایگان میتونید اونا رو دوباره به دست بیارید، اون 3 تا لباسی که گفته رو. و بعدیش دست که بعد گفته که 20 تا اینجا باید چی داشته باشی، این قسمت W اینجا که میزنید اینجا شما باید 20 تا از این صندوقا رو باز کرده باشی. الان کلیدم که اینجا ما کلید شما باید داشته باشید، با هر چقدر کلید داشته باشی میتونی باز کنی. من 2 تا دارم، 2 تا صندوق میتونم باز کنم. گفته شما اینجا باید 20 تا باز کرده باشی. و کسانی اگه کلید ندارید این بالا میبینید اینجا گفته که میتونید کلید بخرید که ما اصلا پیشنهاد نمیکنه. اینجا میتونید با تون با استارز این پایین برامون قیمت رو میذاریم، میتونید کلید بخرید، ولی ما این پیشنهاد نمیکنیم. شما همین قسمت تسک ها رو انجام بدید، با انجام دادن تسک ها میتونید کلید هم دریافت کنید. این ایردراپ رو بچه‌ها ما شرکت میکنیم چون که ما نمیدونیم خب قرار پروژه چه ایردراپی رو به کاربر رو بده، چه توکنی رو قراره بده، توکنش قیمتش خوبه یا نه. مثلا یه توکن قیمت خوب میده ولی ایردراپ خیلی کمی، امتیاز توکن خیلی کمی به کاربر رو میده. در کل ما اینایی که از قبل زدیم رو حالا فعالیت میکنیم که بتونیم اون ایردراپی که میده ما هم شاملش بشیم، ما هم اون ایردراپ رو بگیریم و اینکه حسرت نشه برامون. حالا اگه ایردراپ خوبی داد، حالا برای مثال پروژه همستر کسی نمیدونست که قراره همه رو ناامید کنه، یا پروژه داگز کسی اصلا فکرشو نمیکرد یه پروژه‌ای که بیاد و 4 تا تسک خیلی راحت داشته باشه و یه پول خوبی رو به کاربر بده. چون پروژه داگز خیلی ازش راضی بودن و از اولین رباتش نات کوین که خیلی اصلا فکرشو نمیکردن که نات کوین یه روز به اینا پول بده. در کل ما میایم اینو انجام میدیم که اگر ایردراپ داد ما هم شامل بشیم. ولی الان هم که اگه وارد ربات بشید فکر کنم الان تقریبا 3 میلیون کاربر فعال داره این ربات. حالا این 3 میلیون قبلا خیلی بیشتر بود، به این دلیله که هر دفعه اعلام کردن که تاریخ لیست اعلام کردن ولی دوباره به تأخیر افتاده و برای همین هم خب خیلی کاربران ناامید شدن از این ایردراپ. ولی باز هم ما یه فعالیت خیلی کوچیکی رو انجام میدیم که اگه ایردراپ داد ما هم شامل ایردراپ بشیم. روزانه سعی کنید یک بار وارد ربات بشید، چون اگه هر چند روز که وارد نمیشید، مثلا فکر کنم هر 3 روزه، اگه 3 روز بیشتر بشه توکن‌های شما رو کم میکنه، امتیاز شما رو کمتر میکنه. و شما سعی کنید که روزی یه بار حداقل وارد بشید، داخل ربات آنلاین بشید، این قسمت تسک ها رو انجام بدید. و همونطور که این قسمت تسک اینجا گفته بود که 50 تا تسک رو انجام بده، این کنارش بزنیم گفته هرچی تسک بیشتری انجام بدید توی لیست سفید میاد، یعنی اینکه ایردراپ بگیرید خیلی درصدش بیشتر میشه. و اینکه آره روزانه یه بار سر بزنید. و تسک آخر ربات که ببینیم چی گفته، گفته 3 دوست رو دعوت کن که فعال باشن. 3 تا یعنی شما باید دعوت کنید فعال باشن یا W گلکس. خب قسمت رفرال میبینید منم هیچی ندارم و اینکه یه دونه من رفرال دارم. و اینکه شما این پایین میتونید لینک رفرال خودتون رو کپی کنید، 2 نفر 3 نفر دعوت کنید که روزانه فعال باشن. یا این قسمت شما باید خریداری کنید اینو. اینجا میبینید که 260 تا استارز، یا اینکه گفته با تو میتونی قسمت رو خریداری کنی که یه سری مزایا داره داخل ربات، ولی ما اینو پیشنهاد نمی‌کنیم. شما همون سعی کنید که 3 تا دوست رو دعوت کنید که فعال باشن. حتما کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو فعال کن تا ویدیوی بعدی ما رو از دست ندید. منتظر ویدیوی بعدی باشید.